ما خدا رو برداشتن چنین ملتی باید شکرگزار باشیم و البته داشتن چنین رهبری مقتدر، شجاع، مدیر، سیاستمدار، زمان شناس و دشمن شناس، مسلط بر امور که دستش تو دست خداوند متعاله. ما ببینید این اتفاقی که در چند روز گذشته در کشور ما افتاد، ظرف چند ساعت بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد نظامی کشور ما به شهادت رسیدن. یه عده‌ای از دانشمندان مؤثر هسته‌ای کشور ما به شهادت رسیدن. دشمن متعرض خاک ما شده، اما تو همون ساعات اولیه رهبر عزیزمون به میدان اومدن، رجز حیدری خوندن، ملتمون جون دوباره‌ای گرفت. ظرف کمتر از 48 ساعت جانشینان و فرماندهان ما مشخص شدن، اوضاع به حال عادی برگشت. تو همون ساعات اولیه پاسخ سنگین به دشمن متجاوز دادیم. کجای دنیای همچی اتفاقی افتاده؟ هم شکرگزار داشتن چنین ملتی باید باشیم و هم ملت ما شکرگزار داشتن چنین رهبری حکیم و فرزانه و بی‌نظیر. با این داشته های بزرگ ملت ما هیچ دشمنی در هیچ هماورد و جنگ و تقابلی حریف ملت ایران نخواهد شد به فضل خداوند متعال.